چه میخوای؟ چرا فیلم جدید من سانسور کردی ها؟ خدا خب راست میگه، چرا فیلم جدیدشو سانسور کردی؟ باز آقای تحریک سبینه. شدی؟ آره بابا 2 سکانس بود، یه سکانسش زیر پیرن تنت بود که دستات تحریک کننده بود، یه سکانس هم رگ گردنت زده بود بیرون که تحریک کننده بود. کی اینجوری تحریک میشه آخه؟ کی تحریک میشه؟ اونا سمیه تحریک میشه. سمیه تو با رگ گردن من تحریک میشی؟ آره چه؟ وایسا ببینم فرار نکن. وایسا اگه اینجور باشه تو باید با تک تک ترکای دیوارم باید تحریک بشی. آبرومانه نورد سمیه، مغزمو نترکن، نذار رگ گردنم بزنه بیرون سمیه. داداش آروم باش، تو رو خدا رگ گردنت زد بیرون دوباره. میخوای تحریکمون کنی؟ برو یه پارچه‌ای بیار بناز رو رگ گردنش. آخه پارچه چه بیار؟ خود رگ گردن من جزی از بدن من. کجا خدا گفته رگ گردن مرد تحریک کننده است؟ آخه چرا کجا خدا گفته آخه رگ گردن خودش رگ گردنش بیرونه؟ اگه اینجور باشه سمیه تو باید 24 ساعت متحرک باشی توی خونه. آروم باش. سمیه او شال گردنه بیار بناز رو گردنش، آبرومانو برد. نمیخوام شاره گردن.